بخیر باشد دوستان عزیز ما بینندگان بینیاد گرامی رادیوی آزادی و همه آنهایی که هر صبح از آزادی ویدیو صحبت مستقیم ما را منتظر می شوند تا اینکه خبرهای تاجیکستان و جهان را بشنوند. شادای گل خوجه هستم. این بار در آغاز هفته نو در خدمت شما. امروز دوشنبه است 27 می و امیدوارم که هفته نوی کاری و درسی را خوب آغاز کرده باشید و با تابستان خوب آمادگی میگیرید چون هفته آخری بهار امسال است. و تشکر میگم از یکایک شما برای همراهی، برای آن که دائم از ما میپرسید که کی برنامه‌های ما آغاز میشوند تا اینکه شما از تحولات تاجیکستان و جهان با خبر باشید. ما همیشه در خدمت شما هستیم عزیزان و تو چند دقیقه دیگر من برای شما خبرهای تازه رو خواهم گفت. اما تا آن وقت میبینیم که وضع باد و هوا چگونه است. امروز در پراگ هوای ابری در نظر است. انتظار میرود که حرارت روزانه تا 24 درجه بلند شود و بگاهی روزی باران بارد. در مسکو امروز هوا ابری و 20 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ باران میبارد و 13 درجه گرم می شود. اما در تاجیکستان هوای صاف و بی‌غبار پیشگویی شده است. در دوام روز گرمی به 30 درجه برابر خواهد بود، یعنی تابستان نزدیک است. خب اکنون از خبرها میگیم. یک چوپان 25 ساله توجیک در نویه مومین‌آباد از ضربه رعد و برق هلاک شده است. این حادثه 25 می در موضع غفل آباد هنگام سفر به صحرا رخ داده است. یک منبع از مقامات انتظامی منطقه کلوب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که سید مومن سعیدوف چوپان توجیک همراه پدر و برادرش به هنگام رفتن به صحرای تابستانه در نزد سنگاب موضع غفل آباد نویه مومین‌آباد باران و رعد و برق شدت میگیرد و این ساکن را رعد و برق میزند. روزی گذشته چوپان را دفن کردند. طوری شما هم خبر دارید آب و هواشناسان توجیک هفته گذشته از بد شدن وضع هوا خبر داده بودند و کمیته حالتهای فوق‌العاده نیز از ساکنان دعوت به عمل آورده بود که هنگام باران‌های شدید و صورت گرفتن رعد و برق از رفتن با راه‌های کوهی خودداری کنند. از این رو بینندگان عزیز در این روز شب و روز از احتیاط کار بگیرید. یک ساکن جماعت واروخ اسفره از دوستان کل قرقیزستان اتکوربک جمشیدوف خواسته است که گمانبران قتل پسرش رسولالدین تشایف را بازداشت کرده و جوابگری بکشند. رسولالدین تشایف 37 ساله شهروند تاجیکستان و روسیه روز 14 مارت امسال هنگام مناقشه در مرز از تیر سلاح آتشفشان کشته شد. نزدیکانش در این کار ساکنان دهه اقصای قرقیزستان را متهم میکنند. قبلا مقامات گفته بودند که حادثه را تحقیق میکنند. جانب قرقیزستان گفت مراجعه اینترنتی اینومیدین تشایف را روز 24 می دسترس کرده است و آن بررسی می شود. در مراجعت نامه اینومیدین تشایف گفته است از مرگ پسرش 2 ماه گذشت ولی تا حال کسی به حیث گمانبر در این حادثه دستگیر نشد. اینومیدین تشایف میگوید در این حادثه عروس 28 سالش با 3 فرزند تنها ماند. باید گفت که روز 19 مارت امسال دوستان کل قرقیزستان اعلان کرده بود که در پی نیزا در مرز با تاجیکستان پرونده جنایی باز شده، تحقیق حادثه آغاز شده است. همچنین عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته بود تاجیکستان و قرقیزستان به سازش رسیدند در نوبت اول افرادی را که دست به جنایت زده باعث سر زدن مناقشه شدند و باعث کشته شدن 2 نفر گردند به جوابگری میکشند. اما با گذشت 2 ماه 2 طرف در این باره اطلاعی ندادند. در مناقشه روزهای 13 و 14 مارت امسال در مرز 2 شهروند تاجیکستان از تیر سلاح کشته و بیش از 20 شهروند تاجیکستان و قرقیزستان مجروح گردیدند. ماجرا بعد آن سر زد که ساکنان دهات واروخ تاجیکستان با کارهای ساختمانی روی بادکند اقصای تمدیک مخالفت کردند. حادثه‌ای که هر 2 طرف به حق بودن خود تا به حال پافشاری دارند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا هفته روان از چند کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان دیدن خواهد کرد. شورای اروپا در بیانیه رسمی گفت توسک سفرش را از آسیای مرکزی روز 30 می از تاجیکستان آغاز میکند. قرار است او در دوشنبه با رئیس جمهوری ملی رحمان ملاقات کند. همکاری‌های دو جانبه تغییر اقلیم، حفظ مرز و امنیت منطقه از موضوعهای صحبت خواهند بود. رئیس شورای اروپا بعداً به قزاقستان و ازبکستان می‌رود. سفر رئیس شورای اروپا در منطقه تا 2 ایون ادامه می‌کند. توسک در حال به کشورهای آسیای مرکزی می‌آید که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا روز 15 می در بروسل یادداشت مشترک این نهاد را درباره استراتژی نو اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی قبول کردند. استراتژی نو با هدف مساعدت به منطقه در مقابله با همه گونه ضربه‌های اقتصادی داخلی و خارجی، رعایت قانون و حقوق بشر، فراهم آوردن فضای آزادی کار برای ساختارهای مدنی و مطبوعات مستقل
عملی میشوند. ضمناً در ادامه همین موضوع دیروز در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانت اروپایی به انجام رسید. طبق حسابهای پیشکی حزب‌های ملت‌گرا و محافظه‌کار راستگرا در مقابل به حزب‌های مرکزگرایی جانبدار اتحادیه اروپا موقع خود را مستحکم‌تر کردند و احتمال زیاد حزب‌های جانبدار اتحادیه اروپا 321 کرسی به دست خواهند آورد. پارلمانت اروپا قرارگاهش در شهر استراسبورگ فرانسه از 751 کرسی عبارت است. یعنی حزب‌های مرکزگرای جانبدار اتحادیه اروپا نظارت این نهاد را از دست خواهند داد. کارشناسان با اشاره به حساب پیشکی پیش بینی میکنند که حزب‌های به اصطلاح سبز که از حامیان محیط زیست میباشند در این انتخابات پیروزی به دست آوردند. آنها 69 کرسی پارلمانت اروپا را در اختیار خواهند داشت. در انتخابات سال 2014 حزب‌های سبز همگی 52 کرسی را صاحب بودند. بعد 4 سال بی‌درک بودن دختر دولتی اودینای و ساکن جماعت دهنه کولوب از سوریه تماس گرفته است و از مادرش خواسته است که اگر تواند پول فرستد تا جان او و 6 فرزندش را بخرد. گفتگوی دختر و مادر روز 19 می امسال صورت گرفته است و مکاتبه آنها در اختیار رادیو آزادی است. بنا به آن سروناز عبدالخلیل میگوید با تلفن یک زن خارجی با مادرش تماس گرفت و می‌افزاید آنها در یک اردوگاه در اسارت نیروهای کرد هستند. این ساکن شهر کولوب میگوید دخترش سروناز عبدالخلیل را سال 2015 با 2 فرزند دامادش امیرجان عبدالرحمانوف با بهانه طبابت از روسیه به سوریه برده بود. او برای نجات دخترش در سوریه و بازگرداندنش به وطن به مقامات مراجعت کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند فعلا راههای بازگرداندن زنان و کودکان تاجیک از این کشور جنگ زده عربی را بررسی دارند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 24 می در یک اطلاعیه گفت سفیر کشور در کویت و عراق زبیدزاده از 21 تا 23 می در پایتخت سوریه بود و با مقامات آن کشور مسئله مایع نمودن شخصیت و شماره شهروندان تاجیکستان و بازگرداندن آنها را به وطن در میان گذاشت. قبلا از 2 پناهگاه سازمان ملل متحد در سوریه 34 زن تاجیک که از 1 تا 5 فرزند دارند برای به وطن برگشتن به وزارت کار خارجه تاجیکستان مراجعت کرده بودند. دادگاه افغانستان 2 جوان را به 30 سال زندان محکوم کرد. دادگاه این 2 نفر را به آدمربایی و کشتار یک دختر 6 ساله ابدار دانست. محسا احمدی 6 ساله در ماه مارت در شهر کابل ربوده شد. آدمربایان از والدان این دختر $300,000 خونبها طلب کردند. والدان چنین پول را نداشتند و آدمربایان دختر را کشتند. در نواری که پلیس کابل از بازپرسی نشر نمود این 2 نفر که هنوز 20 ساله نیستند اقرار میکنند که دختر را به موتورسیکل سوار نموده به یک خانه اجاره بردند و وقتی که پول برای رهایی او یافت نشد آنها کودک را به قتل رساندند. در برنامه تلویزیونی کابل که 26 می نمایش داده شد دادرس هر یکی از این 2 جوان را به 30 سالی زندان محکوم کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز جمعه خبر داد که 28 می وزیر مدافع روسیه سرگئی شایگو در رأس یک هیئت دولتی از تاجیکستان دیدن میکند. خبرگزاری تاس روسیه از شهر دوشنبه اطلاع میدهد که در جریان این سفر شایگو نقشه دارد که با رهبریت نیروهای مسلح تاجیکستان و پرزیدنت این کشور امام علی رحمان همکاری‌های نظامی و مسائل مربوط به تمرین نظامیان را بررسی کند. خبرگزاری تاس همچنان یادآور شده است که شایگو با افسر و سربازان پایگاه نظامی روسیه مستقر در تاجیکستان ملاقات خواهد کرد. امروز پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جینبکov، وزیر کشاورزی نوربек رشایف و وزیر اقتصاد الک پانکراتوف را برکنار نمود. گفته می شود که 24 می سروزیر قرقیزستان از پرزیدنت کشور درخواست نموده بود که وزیر کشاورزی را به استعفا فرستد. وزیر اقتصاد کشور هم چندین دفعه در جلسه های پارلمان قرقیزستان برای نشان دهنده های سست اقتصادی مورد تنقید قرار گرفته بود. معاون اول وزیر عدلیه تاجیکستان مورد استفاده از مواد مخدر در زندانهای کشور را تصدیق نمود. عبدالمنون خالقزاده در جلسه اخیر در پارلمان گفت برای جلوگیری از این مسئله داغ چاره می‌جویند. عبدالمنون خالقزاده در حضور وکیلان گفت یک قطار عامل‌هایی هستند که به پنه‌شوی مواد مخدر در مؤسسه‌های اصلاحی مساعدت می‌نمایند و یکی از آنها به کارمندان این مؤسسه‌ها وابستگی دارد. خالقزاده افزود اتستاسیون یا سنجش ماموران زندان‌ها گذرانده شده است و بر اساس آن
چند از این کارمندان بنابر سطح پست دانش و قانونشکنی ها از کار و خدمت آزاد کرده می شوند. قبلا حامیان حقوق و امبودسمن تاجیکستان فوت و با بیماری های سیریاتی گرفتار شدن زندانیان تاجیک را مشکل اساسی در مؤسسه های اصلاحی نامیده بودند. در گزارشی که وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان نشر کرد گفته شده است حالا در مؤسسه های اصلاحی 307 محبوس مبتلا به ویروس نورسایی مسئولیت بدن ادای جزا میکنند. تعداد گرفتاران بیماری سیل در زندان ها 173 نفر است. در محبس های تاجیکستان بنا به اطلاع رسمی 12,000 محبوس نگهداری می شوند. اختیاریان در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک ماه آخر از ساحل دریای غوند بیش از 1 تن پرتاب یا افلاسی را بیرون برآوردند. یکی از اختیاریان به رادیو آزادی گفت این پرتاب‌ها از پوست پیاز، شیشه و دارو و لامپ‌های کهنه شده و پرداف‌های سخت به مانند محصولات ساختمانی عبارت است. گروه اختیاریان در شهر خاروخ تقریباً 2 ماه پیش دست به کار شدند از بس که روز اول کاری آنها با یکشنبه راست آمد گروه را یکشنبه سبز نامیدند. ولی بعضی از کارشناسان میگویند با یک گل بهار نمی شود و باید مقامات جامعه شهروندی به تازگی اطراف در کشور جدی توجه کنند. آنها میگویند نه تنها ساحل غوند بلکه دریاهای دیگر در گوشه های تاجیکستان به نظارت و تازگی نیاز دارند، جایی که مردم هم افلاسی میپرتند و هم از آنجا آب میگیرند. و بینندگان عزیز یک خبر ورزشی هم داریم. دسته منتخب فنلندیا که در بازی نهایی مسابقات قهرمانی جهان آید به هاکی منتخب کانادا را با حساب 3-1 شکست داد، صاحب جام قهرمانی و مدال های طلا گردید. بازی نهایی شب یکشنبه 26 می در شهر براتیسلاوا اسلواکیا به پایان رسید. پیش از فینال شام یکشنبه دسته های منتخب روسیه و جمهوری چک برای جای سوم مبارزه بردند. این بازی از روی سلسله بولیت با پیروزی روسیگی ها با حساب 3-2 به انجام رسید و آنها با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. یادآور می‌شویم مرحله گروهی قهرمانی جهان 2019 با شرکت 16 دسته در 2 گروه برگزار شد. مسابقات قهرمانی هاکی جهان 2020 روز 8 می سال آینده در شویتزاریا شروع می شود. و رسیدیم به فرصتی که من برای شما قربی اسعار خارجی را میگم. بینندگان عزیز، طبق قربی اسعار خارجی برای امروز $1 9 سومانی و 43 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 146 سومانی و 10 درهم، یعنی نسبت به 2 روز پیش کمی پایینتر، دقیقاً 20 درهم پایینتر شده است. با تشکر از یک شما عزیزان برای همراهی و برای آنکه چند دقیقه را در این صبح برق برای شنیدن خبرهای تازه صرف کردید. من همه شما را در پخش منبع مستقیم منتظر می شوم در همین جا در آزادی ویدیو. فراموش نکنید. تا اون وقت روز خوب داشته باشید و خدا نگهدارت.